با دو چشم خیره بین نوری کوهستان مادرم، شعله از آتش پرستان مادرم. السلام علیکم بیننده عزیزی ما، سلام میرسانیم به هر یک شما. من امروز آمدیم برای تبریک کردن به دهه همیشه زیبا و سرسبز و خرم. برای تبریک کردن امروز حلیمه خاله را در جشن 68 سالگیشان به خانواده فیض الله بابا آمدیم به دهه آقسای زمین. با ما باشید، امروز پر از سورپریز و پر از احساسات می شود. السلام علیکم پدرجان‌های عزیز، السلام علیکم مادران مهربان، زن‌های زیبای آقسای زمین. من امروز در این روز بسیار هم زیبا و فارم. امروز مادری مهربانی خاندان زادروز دارند. البته هم ما خرسک زنیم، اگر حلیمه خاله را تکلیف میکنیم مرحمت به نزد ما. بیایید. السلام علیکم مادرجان عزیز، زادروزتان مبارک. امروز مولود خجسته را، امروز میلاد عمر را تبریک میگویم. بگذار مانند امروز سرسبز و زیبا و خرسند و خوشبخت شده گردید. البته به نزد شما که تنها نیستید، تا آخری عمر علمخیم جفت شده دمی پیری و دولتی پیری دیده گردید که نیت میکنیم و البته صاحب این خاندان فیض الله بابا را تکلیف میکنیم. مرحمت. با یک زنها خرسک زنیم اگر تکلیف میکنیم. مرحمت. فیض الله بابا امروز در خاندانتان وزن بوده است. روز خرسندی، زادروزی خاله جان عزیز حلیمه خاله. ما میخواهیم تبریک کنیم از نام فرزند عزیزتان، از نام جگربند، از نام نرزولاکه، از نام رحیمایتی، از نام عبدالله و رنگین بانو میخواهیم شما را تبریک کنیم. مادر مهربان زادروز مبارک. همراهی امک جان عزیز عمری دراز، صحت سلامتی، فقط خوشبختی های زندگی را برایتان تمنا میکنیم. میخواستیم که از همه خوشبختترین شده دمی پیری و دولتی پیری دیده صحت سلامت سربلند شده گردید. هیچ وقت خستگی را نبینید. تا آمدن همراهی فرزندتان هم صحبت شدیم، گفتند که پدر مادری من هستند که من از هیچ کس کم نیستم. من هیچ وقت غم را ندیدم، هیچ وقت نبینم. اثر من هیچ وقت دور نشود. آنها دعاگوی من هستند که من به چنین درجه ها و چنین بلندی ها رسیدم. در خردی پدرم هم مادرم هم با یک مهنت های مشقت های زیاد، با یک مهنت های حلالشان ما را به وایه رساندند. ما میدانیم آن روزها را. اگر یک شب بیمار شوم، اگر کمش یک هفته در سر بالین من، تا روز در سر بالین من می نشستند که فرزندی من کسل شده است، فرزندی من بیمار شده است، گفته شبها را تا روز پیوست میکردند. پدری عزیزم باشد با مهنتی حلالشان شبهای دراز، روزهای دراز فقط مهنت میکردند. زندگی را دوست دارم از برای مادرم، از برای آن که پدرم هست بالای سرم. ای خدای مهربان تو نگه دار مادرم، من ببینم درد و غم لیک نبیند پدرم. هیچ وقت جوان شدم هیچ وقت خستگی را نبینم. برای مادرم رسانید که با دو چشمی خیره بین نوری کوهستان مادرم، شعله از آتش پرستان مادرم. موج مویهای سفیدت از سفیدی دل است، با همه پژمردگی سامانی بستان مادرم. روز و شب خوابت نمی آید ز سوزش های دل مادرم. بینگری هر بار بر گوهره خالی من، یاد آری از من و رزقی پریشان مادرم. مادران عزیز، زنبانوان، مادر چنین یک شخصیتی بزرگ بود است که رویمال سری 15 سالش را
و یک روزه مهنت فرزندش میگفته است که فرزندم زحمت میکشد، مهنت میکند و هیچ وقت بارو وزبینی من به فرزندم نارزد. این رومال را من دوست میدارم، این لباس را من دوست میدارم. گفته فرزند را فریب میدادیم. لیکن مادر خودشان از همه انسانی خوشبختترین هستند. چشمه مهر و محبت، سرشار مهر این مادران است. هر یکیش ما مادران را ما فرزندان دوست می‌داریم. همیشه تاج سری طلایی ما فرزندان باشید. حاضر در اینجا برای پدر مادر در روی دنیا از همه کتابی قیمت بهاترین که با نام کتابی قرآن است، اگر یک جای هم موقع عشقم امیدم حیاتم تویی ای مادری جان مادرم، قلبم صدایم نوایم تویی ای مادری جان مادرم، شیرین زبانی درمانی از آن تحفه های زیبا بعد گلدسته زیبا که خودی مادران گلی ثبت خاندان هستند. من در اینجا گل های زیبا را برای مادرانشان آماده کردند. باز یک قرصکی بخواد میزنیم برای مادر گل های زیبا را میسپارند. مرحبا. مبارک باشه. یک قرصکی بخواد زنیم. شتر شتر نمیشه ای یار دیار دلدار بیا دلم را بودی یار بیا ای یار دیار دلدار بیا دلم را بودی یار بیا. زادروز مبارک. ما میبینیم که در دست اینها در یک صندوقچه های طلاقین جاینماز های زیبا، تحفه های ارزنده و زیبنده برای بیبی جانشان تیار کردن. مرحمت نیست تحفه ها را میسپاریم. همه تحفه ها را برای امروز صاحب جشن ها میسپاریم. مرحمت. مرحمت. یادی بینم رهای اشکام دودی سرد و گرمای جان ای یار بیار دلدار بیار دلم را بودی یار بیار ای یار بیار دلدار مبارک باشد. امروز مادر عزیز فرزند از همه تحفه به بهاترین خداوند باشد. اگر از دانکش هم مغزش شیرین میگویند نبیره را، حاضر نبیره های شیرین میخواهم شما را تبریک گویم. ما باشد سخن نوبتی را برای رنگین بانو میدهیم که میخواهند به بیجان خود را تبریک گویم. مرحمت. ایا مادر دیدار غنیمت، هر لحظه دیدار غنیمت. مادر جان شیرین امروز تو زادروز داری، اصلا سرت درد را نبیند، دلت غم را نبیند. مادر جان شیرین، مادر این خوراک لذیذ، لباسی نرم، خنده های به همانه، شادی های بکرانه. مادر این دنیای من، بهشت من، بعد از خداوند قبلگاه سجدگاه من. مادر کلان چگونه سخن گویم از زیباگیت، از بزرگیت، از آن قلب و دامان پاکت و از صمیم بزرگیت هست که به شماره ریگ‌های بیابان تا به قطره های بیابان تا به قیامت خدمتت را به جا آرم، ولی نمیتوانم یک روز رنجی که در بطن نبودم آن را برگردانم. مادر جان، اگر بهشت گل میشد آن را برایت هدیه میکردم، اگر پرنده میبود آن را برایت داشته میآوردم، اگر قصر طلاگین میبود آن را برایت هدیه میکردم و اگر جان میبود آن را برایت هدیه میکردم. زادروزتان مبارک باشد بیبی جان عزیزم. بارکالله میگویم برای رنگین بانو که بسیار هم از صمیم قلب آن گفته ها را برای بیبی جانشان رساندن. کلی تبریک میکردگیان نزدیکتر آمده به نزدشان. سخنهای نقص و نکتان را میخواهیم شنویم.
فرشته خاندانمون، نوری خاندانمون، تاج سرمون، بختمون، مادرم، پدری عزیزم. ما شمایان را از نام خودم، از نام اویلم، از نام فرزندانم، از نام جمع آمدگان از تحت دل تبریک می نمایم. بگذار همه وقت همین خیل خوشبخت باشه، در سر ما فرزندان همیشه نوری تابان باشه. مادر جان من خوشبختم، من خوشبختم، بر الله گفته میتونم من خوشبختم، چون که من پدر دارم، مادر دارم. من از همه خوشبختترین در این جهانم، چون که من فرشته های خود در نزدم هستم. بگذار همه وقت پدر جان عزیز، مادر جان عزیز خوشبخت باشه، در سر ما، در سر فرزندان، در سر نوه‌هام همه وقت سرکار باشد و دائما سوق سلامت باشه. من در خدمت پدر و مادر همه وقت تیار، فرزندان چی وای باشد من دائما تیار. فقط شمایان سوق سلامت در سر ما باشد و سرکار ما باشد، بس برای ما. رحمت مبارک باشد. زادروز مبارک. مرحمت نرزالله که سخنی تبریکاتی از زبان شما. در حق مادر چقدر سخن میرانه، البته همه ما میدونیم که کم است و کم است و کم. مادر تاج سر ما، دولت ما. مادر است که ما با همین درجه ها میرسیم. دعای مادر، عائله‌ام، از نام برادرم که در شهر مسکو زندگانی میکنم مادر جانم رو تبریک نمایم. در سر ما همه وقت صحت سلامت باشم، 101 سالگی رو بینم. همه وقت در سر ما اون صحت سلامت باشم. با چی بام سلامت باشید مادر جان عزیز، پدر جان عزیز. تشکر. مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز. من دیده ایستاده که امروز روزی زادروزی مادروسی من، مادروسی مهربانی غمخواری من، مادروسی مهربان. الها 100 سالش با ما با همراهی پدروسم خوشه پیر شد و غم را نبینید، صحت سلامت باشد. خاندانی این خاندان سایبانش شده همه وقت ما در خدمت شما، صحت سلامت باشد، در سر ما امان باشد، سلامت باشد. برای ما این یک بختی کلام می باشد. 100 ساله شوید و هیچ وقت پیر نشوید. تا الها تا جهان باشد شما باشد، زمین و آسمان باشد شما باشد، شما باشد. همه وقت ما خوشبخت و سلامتی شما برای ما یک دولتی کلام می باشد. همه وقت ما فرزندان در خدمت شما همه وقت تیار هستیم. الها 100 ساله شوید. مادر جان مهربان. السلام علیکم خویشاوندا، مهمانای عزیز، همه کتون خوش آمده به درگاه پدرم. اونا جانکم، دادا جانکم، الهی پیر شوه، کشه پیر شوه، پیرکای به دولت شوه. همیشه دورازتون کشادگی باشه، ما آمده استیم. همیشه هر جایتون همین خیلی خندان باشد و این خیلی گیره نکنه اونا امروز آخه. همیشه خورسندی آبی دیدی خورسندیتون باشد و آبی دیدی گنده نشوه. الهی اونا جان همیشه بختک مونده ساق و سلامت باشه. من انام خودم، انام اویلم، انام قمردین، انام سمر، من فرزانه، انام همه یکمون تبریک میکنم تا من. الهیم خوشبخت باشه، در سرکمون سر شده گرده، تو یکمون در سر باشه. شما هسته، اینا گفتم ما هستیم. صحت سلامتی شما یک دولتی ما. ساق و سلامت باشه، همیشه ما بیاییم و دورازتون که شده. آنا جان، دادا جان ما آمدیم گویم. این وقتی زیاد نیست به خیالم. خانه بیایی اونای دادا نباشد، در اومده نیدیم میگن. الهی ما همون روز حالی نبینیم. همیشه باشد و ما بیایم انا اونا دادم کراوات شتیم گویم. ساق سلامت باشه الهی. رحمت کلام. خوش آمده باری دیگر. رحمت. تشکر میگویم. مرحمت. زادروز را مبارکباد میگویم، روزی خورسندی را مبارکباد میگویم. خیلی که حاضر فرزندی عزیزتان، اون یک نبیره شیختان سمرجان که دوستی داریم
گفتند که آناجان و باباجانم هیچ وقت پیر نشوند. از نام من رسانید که آنها را دوست می‌داریم. فیض الله بابا سمردین گفتند که هر دویشان پنسه و نفقه را جمع کردن گیرند. روز توی سر کردیم. همین توی ما با سر و بر شده گردن از من انسانی بابخترین نیست. من میخواهم که آنها برای یک عائله خوشبخترین را برپا کنم. از این قدم‌های آنها را زیر کرده چنین فرزندهای نیک خداوند عزیز نیز به من نصیب گرداند و انا همون خیلی رو نخستین چشمه شعر و سرودم زیبا سرچشمه‌داری من تو بودی. مادر جان عزیز زادروزتان مبارک. با همراهی بابا جانم ساخت سلامت باشد در سر مایلان ها. خوش آمده مهمانان عزیز. خیلی نباشد مهمانان عزیز، بانوان، زنبانوان، این صحنه زیبا، این باد و هوای تازه و آقسایانه که یک آب و هوای فورم دارد. یک جای من در اینجا سراتای شوخ تیار کردیم، شمایان را هم از صحنه دور نمی رویم. هم ما یک جای می رقصیم، خورسندی میکنیم. زاد روز مبارک. هر یک پیش ما خوش آمدیتان بگیم. مرحمت. تو می نویسم جای تو قلبم کاری عزیزم جگر من سر من شب و بیا سوی من نیومدی بیسو شب من تاریکه با من باشه عشقم دنیا با موزیکه بیاد تو هر شب تاسو می نویسم جای تو قلبم کاری عزیزم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من لباب خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من لباب خوشگل شبهای من خدا از تو شکایت کردم دست که دودت درم شب تو را میخوندم تو من دادا بگفتی که بها میمونم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مقدار خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر خوشگل شبهای بسته بوی من گوشه بوی من سبی سیبو عاشقی بوی من بسته بوی من گوشه بوی من سبی سیبو خوشی بوی من سبی زیبا عاشقی بوی من بسته بوی من خوشی بوی من سبی زیبا
کنم نمیشه خندم بودم همیشه درد دل آزاره دوان بپیشه ناله کنم نمیشه خندم بودم همیشه چکی بالا نبین شتر نمیشه ای یار بیار دلدار بیار کاشکی دانم دوای چشمم تو شده درد و دوای چشمم یاد بینم رهای اشکام تو حد سرد و گرمای جان ای یار بیار دلدار بیار دلم را بودی تو یار بیار ای یار بیار دلدار بیار دلم را بودی تو یار بیار دوان بپیشه ناله کنم نمیشه خندم بودم همیشه چکی بالا نبین شتر نمیشه ای یار بیار La 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 la
بار دیگر مهمانان عزیز به هر یکی شما شام خوب و خوش و نکو نصیبتان باد میگوییم. البته حاضر من در اینجا صاحب جشن ها امروز پدر مادران حلیمه خاله همراهی فیض الله بابا یک جای از آن شیرینی از آن تارت زیبا که از قصر اویس برای امروز صاحب جشن ها آماده کردن یک جای هم میبرن نیت کردن ارمان ها رو میشکنیم. مرحمت 50 سالگی Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. مبارک باشد. مبارک باشد. اکنون بابا جان عزیز شما به جواب نمیدهیم یک جای همراهی فرزندان برای تاریخ رو پر از عکس‌های زیبای شمایان گردانیدن رسم میگیریم، فوتوسسی هم میکنیم. بعد از آن با کار ما خاتمه میرسیم. فرزند این خاندان در برادری عزیزی ما در مسافرت هستند. میخواهند که مادر مهربان را پدر عزیزشان را تبریک گویند. السلام علیکم. سلام میرسانیم به تمام همدیارانی که در مسافرت هستند در شهر فدراسیون روسیه هستند. نیز شما سلام ما را رسانید. حاضر سخنهای نغز و نکتان را میشنویم. مرحمت. السلام علیکم. آنا جان زود روزتان مبارک باد و شما سلامتی عمر دراز رزق فراز در سر ما همیشه ساخ سلامت باشه. دادا جان شما هم امروز روزی 50 سالگی کتی تبریک میکنم. در سر ما ساخ سلامت باشید، عمر دراز بینید، صحت سلامتی عمر دراز به هر دی شما. و مهمونی آمدگی هم روزی ناز، روزی خورسندی همیشه ساخ سلامت باشم. سلامت باشید تو. رحمت کلام باشم. رحمت شما با صحتمند و سلامت باشید. البته بیایید بازم از این کلانش رو میگذارانیم همراه شمایان و همراه فرزندان. بار دیگر مهمانان عزیز خوش آمدن میگویم. حاضر میخواستیم از نام دوگانه های امروز صاحب جشن از نام زن بانوان یک تا سخنهای نغز و نکشان را شنویم. دوگانه ها کلنا دخترا من امروز حلیمه دیرجینش بدهی خانش تشتیم 50 سالگی تویشان بدهید الهم شوشان که خوشه پیر شوند باز 100 سال دیگه زندگی کنن حضور فرزنداشا بینن. ما اینا میخواد کجای باشه تشکیل میشینیم فقط همیشتگیمون تا آخر دوام پیه. همه ساخ سلامت گرده شما آدم رحمت اومده که تانده. السلام علیکم مهمانان و میزبانان عزیز. من کوشه اکه ینگم رو بر روزی زادروزشان هم 50 سالگی تویشان تبریک و مبارکباد میکنم و اینا عمری دراز رزق فراز لایم کورکاشون ده عمرکاشون ده خوچی خیدیر با نظر کنم. در خاندانی نرزیلاجیانم خوش آمده هم یکاتون. شیر نمیدونم یکی بیلایم ای بچه کوی از بای میکردگی هم بیلایم همه واتون استوی اومدگی خوشبخت باشه پر بچه پر فرزند شده ایلایم هم یکاتون ساخ و سلامت باشید. رحمتی کلام رحمت برای همیخل فرزندای به معنی تربیه کردگیشون یتش اوسون من همه اپای اوکوما پیشه همه ایلایم حلیمه بیس حد داره رحمتی کلام نرزیلای زنشتن برای همه کار تشکیل کردگیشون ده رحمتی کلام حضور فرزنداشون بینن حضور عبدالله رنگینه بینن حلیمه بی کتی فیضلو با پیر شوم پیری به دولت شوم همه گیزر مونده با باید که کمپیرک شده گردن برای همه خیلی فرزنده تربیه کردگیشون رحمتی کلام با میگم موقع می ندارم همه خیلی فرزنده به معنی تربیه کردگیشون من امروزه یک روز خورسندی را یک شب بسیار هم زیبا و
که با یک چهره کشاد با یک مهر و گرمی زیاد ما را پیشواز گرفتند. در خاندان امروز فیض‌الله بابا مهمان شده مادر مهربان حلیمه خاله را تبریک کردیم از نام فرزند عزیزشان و آن لحظه های خرسندی را با همراهی شما به هم دیدیم. رحمت میگویم از نام هر یکی شما که با ما باوری کرده و این خاندانشان همچون مهمان ما را تکلیف کردند و این بزم زیبا را نیز همراهی شما به هم دیدیم. با ما باشید. با شبکه شهناز رحمت برای مهمانداری. سلامت باشید. خوش. ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه تو این شب آمدی خوابم سرم رو سله کردی تو این شب آمدی خوابم سرم رو سله کردی زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم تو باور میکنی یا نه تو باور میکنی یا نه
تویی ای مادری جان مادرم قلبم صدایم نوایم تویی ای مادری